Aydan ama ne gidip tutar? Joda bakalım git. Lidersem çıkalı ayağım. Ya bu kapıya. Kira bu. Yani agar odam navor bar bura bu milisen megiremi baraşa. Tu dar durbinime aftidi. Tu dar durbinime aftidi. Gittim ya bu kamerası kadi bastı o. Oy hakkı şahırmanı değil mi? Az hakkı ruzomanı göreyim. Az 10 bor kadrını. درود به همه بیننده صفحه فیسبوک. ما در بازار دهقان محله گیپرزمی شهر دوشنبه قرار داریم و پیش از اون که ما وارد بازار میشیم من برای همه اونایی که در دیگر ویدیویی که تا این وقت من در صفحه‌ام کشتم میگن که خب اغوا انگیز و خایپ و هر گروه بالای دیگر من به سمشون میرسونم که اغوا این تهمت است جوابگری دارد خایپش بیاد عادلانه بگیم که یک درست شد منتون بفهمیم شنونده عزیز بیننده عزیز که خایپ چی است و پیش از اون که ما وارد بازار شم یکی از موضوعات مهمی که بالا شدن نرخ کارتوشکا امروز در وسایل اخباری ما و شبکه‌های اجتماعی بحثی مهم شده من پیشتر از اون میگم که خدا که نرخ در بازار از 3 تومان پایین باشه تو اینکه شما را خایفی است که با انگیز این چیزا دیگه نگیم و این نوار پیش از وارد شدن به بازار ساعت 6:50 به وقت دوشنبه گرفته میشد که از همین بازار کارتوشکا و دیگر محصولات اولیه نیاز در شهر دوشنبه بعد تقسیم میشد تا جایی که من مشاهده میکنم که از نقطه های مهم در بازار شهر دوشنبه است رفتیم کارتوشکا چند سومه خاله جان 8 تومن خب ما خاله جان ما بخش میپرسم که من سیامکا کردم 8 تومن کارتوشکای کجا است نیست با ارزان میشه نه کارتوشکای کجا است من میخوام فهمم 8 تومن کارتوشکای کجا است نه نیست از کجا اومده گس کارتوشکا که 8 تومن نرخش بالا 8 تومن نیست خود 8 تومن گفته خاله جان سرم گرایش چندی میفروشه 7 تومن 7 تومن از کجا اومده گس کارتوشکا ماسچو خب ماشینا کجا میستن این کارتوشکا چند تومن ها 7 تومن کارتوشکای سالی گذشته 7 نیم ما بخشش سیامکا کردم کارتوشکای کجایی کارتوشکا نه چه سیامکا نکنم کارتوشکای کجایی خب نه این برادر حتی لباسی نه یگانه ندارد و بیجی کم ندارد میگه سیامکا نکن ایتون نیست کارتوشکا خب حالی میگفت 7 نیم سوم درجاش میگه که ایمان نیست کارتوشکا برای من عجیب است که این مردم وقتی که نوارا میبینه اتوماتیک مناسبتش دیگر نمود میشه آقا جان سلام علیکم من دلیر مومالی من نوار میگیرم کارتوشکا چند سوم 7 نیم سوم شما چند سال شد فروشنده این در بازار دهقان چند سال شد فروشنده این امک جان هیچ چیم نمیدونم من خرید سبب اونه که کارتوشکا نرخش رکوردیه که برای بالا شد سببش چیه به فکر شما همچه فروشنده چی شد چه یک برای نرخش 7 نیم سوم شد مثلا یگان بار کم کارتوشکا کم یک روزda یک کم از دو کم از میدره نیست از کجا میدره ای مکچا میدره ای لیلنواد میدره دیگه کارتوشکا نیست این که محصولات وطنی است که 7 نیم سوم شده سبب اینه که سالهای گذشته همین خیر قیمت نمیشه چی بود وقت راه خوی بود که همه جا می اومد ای پاکستان آها ایسال ای روسیه اومده است کم این روسیه دینا درماد یا دو ماه تمام دیگه یعنی یکی از سببا بسته بودن سرحد که کارتوشکا اینقدر قیمت شده راه محکمه برای هوا تو مکچا لیلنواد تو این سال بعد همه قیمت‌ها چند میشید کارتوشکا سالهای گذشته این حاضر قیمتش حاضر امیان اینا 730 اینا اپتوم دارن این کارتوشکا کارتوشکا این نه برومد یا نه این سال نه برومد ما ندیدیم همینجا ندیدیم ممکن در سینتردا باشه ممکن اجازه برای کار شما دامک جان یا اکی باشه که چند سوم کیلوش چند 7 نیم سوم بخشش من سیامکا کنم شو چند سال شد فروشنده این اکا جان خیلی 2 سال شده سال گذشته همین وقت کارتوشکا چند سوم نرخ داشت نمیدونه این کارتوشکا کجا است ماسچو کارتوشکا نو نبرومد است زیر بگن نو در دیگه بازارا تو 15 تومان نرخش است نمیدونه شما چند تومانی گرفته 7 تومن 30 درهم از کجا گرفتین 7 تومن 30 درهم او بازار چی نام داره وارث سامان و بازار وارث سامان که از بازارها که 3 سال اخیر فعالیتش شروع کرده است و چون که از بازار دهقان برای ما گفتن یعنی اونها کارتوشکا را از اینجا خریداری میکنن و ببینید که نرخ در اینجا چند است از دهقان نرخ تا بازار چند تومانی میآید میریم کارتوشکا چند تومانه که کارتوشکا چند تومان برای ما خودم فهمم خب بیای بینوار نباشم گوید که کارتوشکا چند تومانه که جون
6.5 сомон 7 сомон картошка куҷо яка? Нуҳияи лахш. Шумо деҳқон ака? Сабаб ине ки картошка яка абора 6.5 7 сомон шид чӣ яка ҷон? Намедонед. Kaçka çanda aka? یعنی دهخون از ما میگیرد. من اکا برای چی نوار میگیردی؟ برای ما عجیب است. مردم فهمد که برای چی کارچکای لخش قیمت چی؟ خب رایم از رئیس بزرگ پرسیم. عجیب دهخونی جای صورت ما از رئیس بزرگ میپرسیم که چرا کارچکای لخش قیمت چی؟ کارچکای وطنی. می کارچکای نو یا کارچکای سولیپور؟ سولیپور. شما چند سال شده همین بزرگ برکشین؟ 2-3 سال. سبب اینه که کارچکای این سال قیمت چی؟ به فکر شما چه همچو برکشی عادی در همین بزرگ؟ کم شد نیست؟ نیست بود شد. از کجا می آمد کارچکا که یک بار نیست شد؟ جرگتا می آمد دین اشا؟ برو کامل نکن. خب دین اشا وای پندا گرفتن چه خوب چه اپتیمیست. یعنی ما در ذخیره‌گاهمون نداشتیم ذخیره کارچکا. ما آماده نبودیم. کجا دا باشه به فکر شما همچه فروشنده در کجا است که ما همونجا بریم؟ یعنی هست کارچکا با چه قیمته؟ کی میپرسه ایره؟ کیا دیویژنی که با فکر شما برای ما عجیب است؟ خب ما انتظار شدیم در این مغازه در امیو کشوده شود. بیا ما به یک نقطه داغ میریم. با چه ساعت چور شاید تو میگی؟ کارچکا چند سال که؟ Gidan akı. Be soki mamum ne? خب این بحث رو ببینید برای کارتشکا. وقتی که نوارا میبینن نمیگن چند سال است. Aydan ama ne gidim tutar? Çoda bakalım git. Didesem çıkalı ayağıma. این کارچکا چند سال که؟ 7 سوم کارچکا کجا که من نوار گیرم بخشش کارچکا کجا که 7 سوم برای ماجی ها Onçi. کارچکا کجا که ها شما ای قونچه آوردین در قونچه چند سوم فروختن شما کارچکا را 1 کیلو شو 6.70 خودی دهخون میتیا شما این طرف میاد که شما بگو سال گذشته چند میداد دهخون همی کارتشکا را ببینید پرابلم بالای دهخون رفته میدن برای من عجیب است که آیا در قونچی بچه‌ای که ویدیو را از قونچی میبینید نرخ در قونچی و در لخش برای ما بگین که زیر این نوار که در لخش و در قونچی کارچکا چانس است که اینجا فروشنده میگن که مشکل سر دهخون است که کارچکا را قیمت کرده من فکر میکنم که یگانه نقطه ای که ما باید بریم نظر راهبر این بازار است که آیا اونا در این جهان بازرگانی حق دارند که نرخ فروش محصولات اولیه نیازی مردم یعنی کارتشکا و پیاز و سبزی را به یک معیار معین وارد بدارن با همکاری با خدمات ضد انحصاری وزارت کشاورزی و دیگر نهادهای ما میخوام به این سوال جواب بگیرم ما میریم نزد راهبریت بازار اگر اونا باشن در این صبحی بر وقت خب بعد زنگ تلفنی مسئولین چی گفتن اکا جان کی میاد نزدیمون مووینمون انتظار میشیم بعد از 2 دقیقه بیننده عزیز ما با اکای علی جان گفتنی نفر حرف زدیم که مووینی دیرکتور بازار باریسی سامان هستند و اکای الهام جان که راهبر این بازار هستند با دلیل بیماری در روز یکشنبه که از روزهای سرتشریش بازار و بازاردار است نتونستن تشریف بیارن ولی اکای علی جان گفتن که ما صلاحیت پاسخ گفتن به سوالهای شما را نداریم فردا روز کاری است بیاید اگر راهبریت به ما صلاحیت داد و خود راهبریت به سوالهای شما جواب میدهد که برای چه نرخ در بازار یک بار قیمت شد نرخ کارتشکا و نرخ در این بازار پیشتر از همه کی معین میکند به همه این سوال ها فکر میکنم که فردا مسئولای بازار در پایین این ویدیوی بعدی کشته میشه جواب خواهند گفت این مردم زیاده که میبینین اینجا این نوبت است انتظار نرخ 3.5 سومونای کارتشکا هستند که طبق اطلاعی که بیرون از دوربین برای ما مسئولای بازار دادن نرخ 3.5 سومونا را در این بازار خود دیرکتور بازار از حساب مبلغ گذاری خودش تشکیل کرده باشد که کارتشکا را با نرخ 7 سومون میخرد و در این یارمارکه که تشکیل کرده است با نرخ 3.5 سومون برای مردم میفروشد که هر خریدار حقوق از 3 تا 5 کیلو خریدن دارد در یک روز و ما انتظار میشیم چند ساعت پس باید این نقطه فعال شد و مردم زیاد با نرخ 3.5 سومون کارتشکا خریداری کنند خیلی وقتی خودت کی شما خودت کی من با خودت اصلا حق گپ زدن ندارم من با خودت اصلا حق گپ زدن ندارم تو در دوربین من افتیدی تو کامera ما افتیدی که من گپ زدی افتیدم نه افتیدم و اخرانه خب اخرانه میخوای دوربین ما با افتید نه
اگر نمیخوای هیچی اوکی ما اخرا کنی چیزا حجت کنی نه بود حجت کنی چرا تو حجت ما چیکار میکنی تو حجت خود کامیرا کیسه در صورتی که ما با معاون دیرکتور در بازار حرف میزنیم با سرمحاسب حرف میزنیم یک اخران نه لباس دارد نه بیج دارد با یک نفر چنین مناسبت میکند نه در دوربین ما افتاده است و نه یک مشکل کردم من بود یعنی ببینید مسئله پایینی چقدر مشکل میگم شما با مسئله بالایی علاقه صحبت مون حل میکنه خب معلومه دیدید معلومه گری این خیلی مناسبت میکنم با یک روز احترام میگم قطت گام جسد کامرا کامرا کیسه نه مالش ما علاقه اجازه نگرفتم ببینید نکردم تو در دوربین ما افتیدی تو در دوربین ما افتیدی فتنم یا بر کامراش کادی باسته و خو حق شهروندی ما حق روزنامه‌نگاری ما 10 بار کادر میکنه نرفت تلفن شهروندی توی شهروند سلام علیکم رحمت الله بیزی ما چی گپ زدم چی باریش تنها ما چی گپ خب دیدن ریش مرا میرسد مایلش تو نخوادنگی دوزدو مرا نخواد تو اصلا چه باریش من کار دارم خب مرا دزدم میگن رحمت بیا اینجا بیا اینجا بیا بیا نه من نمیکشم چه باید کامرا مکشم تو کتی یک ژورنالیست ادب مناسبت داری آدم باری گپ زدن میتونی ما معلومه نگو ما ریش مونده کوردار نشو ما تا نه معلومه نه بچه اوچات که تو ریش مونده کوردار شدی تو گپ زد کامرا برای ما کامرا ما طرف تو در کامرا ما افتیدی تو در کامرا ما افتیدی بیا ببینیم که تو وقتی که تو طرف من دو زدی در کامرا من بدی یا نه اکا علی جان لطفا کتی کارمنده تو مناسبت یاد چی لطفا یاد که چه خیلی مناسبت کنم باید با یک شهروند درون بود رنگ نبود خب بیننده عزیز ما هم طبق وعده مثل همین مردمی که 10 نفر اینجا جمع شدن از ساعت 7 تا ساعت 9 گذشتن در نوبت ایستادیم و یارمارکی که بزرگی ورسی سامان تشکیل کرده است با کار شروع کرد. یگانه مشکلی که من در این مارکه میبینم یارمارکه میبینم همگی یک فروشنده بودنش است که یک فروشنده دستش نمیرسه برای 10 نفر همزمان مال و محصولات فروشه و این باعث جنگ و جنجال و خرخشه میان مردم شده ایستاده است و دویم پرابلمی که هست این رژه معین فروش مال و محصولات در این یارمارکه که اگر اونجا یک تابلو بزنن که هر روز ساعت 9 تا 4 یا از 9 تا 2 مردم بسیار سرسام و سرگردان نمیشه در ساعت معین شده میان برای خرید کردن کارتوشکا پیاز و سبزی که با نرخ 3.5 سومون کارتوشکا امروز 1.5 سومون پیاز و همین سبزی هم 50% ارزان‌تر از نرخ بازار. خب چگونه که بالاتر اطلاع دادم این اقدام خودی راهبریت بازار است که با نرخ گرانتر خریده با 50% ارزان در این یارمارکه در فروش میگذارد. کجا بردم؟ چی را برد؟ یعنی اگر آدم نوار برداره با میلیسه میگیره میبره شد خب خیلی واقعه ها میشه همین خدمانه نگیر شد خلاصه برای یکی از دوام 2-3 ساعت در موضوع جستجوی کارتوشکا ما کردیم همین است که اولتر از همه من چند دلیل براتون میگم که سبب اینه که نرخ کارتوشکا برای یک بار گران شده است یعنی سرحدها بسته دیگه کارتوشکا از روسیه و پاکستان هادی وارد نمیشه به ما و دوم وقتی که میانه راهها رفته از دست دهقان کارتوشکا رو خریداری میکنن و دوام 3 روز و 1 هفته و 10 روز سرسام میشن در دهه ها و با اون نرخ ارزانی که از دهقان میخرن خرج 3 روز و 7 روز و 10 روزشون بالای همون مونده بعد اومده در بازار از 6.5 7 تا 8 سومون کارتوشکا رو در فروش میگذارن. دوم چیزی که من پیشنهاد میکنم و خلاصه برآوری کردم وزارت کشاورزی توجیک مطلوب بود و агенти захираҳо агар хато накунам дар гуфтани номаш дар ин шабрӯз бояд дар паҳлӯи мардум бошанд агар онҳо воқеан ҳам захира доранд бояд ҳамин шабрӯз бо нархи арзон дар бозор бароранд чун таҷрибадорон гуфтанд ки агар маҳсулот зиёд шуд он миёнаравҳо ё бизнесменое ки дар миён ҳастанд ҳатман нарха арзон мекунанд аз ноилоҷӣ агар чунин як захираҳое надорем фикр мекунам ки бояд ин шабрӯз давлат ҳамун тоҷик матлубот агенти захираҳо вазорати кишовардӣ бо нархи гарон бояд аз дасти деҳқон рафта харидорӣ кунад ва омада бо нархи дастрас ба мардум фурӯшад. албатта дар ин самт миллионҳо сомон мо зарар мебинем вале мебинем ки кишварҳое ки имрӯз корона доранд
ده‌ها و صدها میلیون سوم ضرر می‌بینم. خوشبختانه که در ما کرونا نیست، فقط تهلکه و پانیک و هنگامه است. سوم چیزی که من پیشنهاد میکنم برای همکسبا و همکارای عزیز از رسانه‌های دولتی که چون این گزارش و ویدیو نوارها حتما در نشرهای خبریتون پهن کنید، چون حرف شما به نقطه مهم پیشتر از همه رفته میرسد. خب نسبت کرونا، زنده باد صلح، ثبات، آرامش در روی دنیا. بدرود.